آهنگ باشین چوتو چالاک باشین سوال ما در جواب بدین بهار از زیاد گرفتن بگیرین همین خیلی است این دهه چی نام داره دهه چشمستار چنارو ده چنارو ها قنداش بدن مردم ده چنارو وقتی که قرصه گفتم دستا بابا ما خزه همین خیلی قرصه بلد بزنه که قشلاق که بهتر تلخش بکفا دیگه که ده چنارو در مکتب رقمی 23 محفل با درجه اولیش گذاشته است دوست همین خیلی است حالا شما هر وقتی که مکتب به قدم انجام میگی همین درگاه علم و معرفت علم و ادب شما به خاطر چی میوید به یک روز به خاطر چی آفرین وقتی که من به خاطر خانه اولین درجه ترتیب نظام باید آدم بدونه ترتیب نظام بعدا احترام استادا و معلم‌ها و انمی معلم‌ها را استادا را باید ما در مد اول بگذاریم خیلی است نمیدونم به خاطر چی؟ به خاطر چی که علمی خانه داچاتون نصب ببینه؟ دوست بداره نه؟ علمی معلم هایی که امروز در این مکتب شما را دست میتن در این مکتب برای شما مادرن میدونی نه؟ به خاطر که همین شما علمی اپای عزیز معلم ها عزیز سراشون سفید میکنن شما را در راه راست هدایت میکنن علم میموزنن ادب میموزنن که آینده یعنی که موفق باشید در زندگی پرچم بردار وطن باشید به همین خاطر اینقدر زحمت میکشن مثل فرزنداشون شما را دوست بدارن به همین خاطر مثل مادر شما را دوست بدارن که مادروار شما را به ویا میرسونن فهمیدی زحمت زیاده همین معلمان میکشن که شما را ادب علم ترتیب نظام میآموزونن فقط دوست بدارن خانه تو باز بلند بگیم خانه دو خانه ملدست باز یک قرصک بزنیم فیلم آرمان را تماشا کردن معقول شید دو جا در نقش اساسی کی بود یا بچک علی جان نام اساسیش چی بود نه آرمان اینو ما بچک دبیله داشته بود نام چی بود نورشه نه نورشه خواهری علی جان چی نام داشت او جمعه را دیده ماشینی ما چی خیلی ماشین بود گلیوه گند بود ماشینی ما چی بود چی بود چی گفتی چی گلک بود نه گلیوه بود چی گلک میگو ماشینی ما چی خیلی بود چی گلک نبود مرسدس بود نه بود نه گفت ها جبه چی دروغ میگو ماشینی ما نامش چی بود ماشین ما تویوتا چند چرخه بود سی چرخه فلیک نبودو مرسدس بود گلیوه بعد همونجا ما خواستیدم تو چم چیشی؟ سوسی بعد در آخر اما آدم ها میه حکومت بعد پدری کی دا علی جان دا چند سمیتا؟ چکو میکنه پولا؟ زنده باش الا فیلم آرمان مخصوص برای تعلیم تربیت درس مبارزه بر زندگی احترام مادر پدر معلم بده همین فیلم خیلی بهره معنی میگیریم ها دویدن تا چی خیلی دویده خیلی زمان دویده جای چنده بگیرم دویده یکم زنده باش الا در زندگی مثل علی جان مکتب دوست بدارید دیده که با یک کتی به خاطر مکتب به خاطر سواد به خاطر علم آموختن همراه خواهرش مسئله میگن با یک کتی مقصد که درس هم مقصد دیر نمونده درس هم میروند میان امروز خوشبختانه در تاجیکستان آباد و پر از سیری و پوری مکتب آباد اون استادای بسیار دانشمند همه چی ما 100% است یکی ما درس میگیریم نمیخونیم همه چی داریم از در اومدم هم ما پری کامپیوتر بود همین خیر بنابراین چیکار کردم در کار کار این خبر جای زیبا مردم آرزو دارن که در ناحیه فیض آباد زندگی کنیم از باد هواش مثلا نفس بکشیم این خبر آب یک تا بنکت آب آوردم باور که خوردم راحت کردم آبتون شروع این ابی نه در شما نوروز شید نوروز نه در شما نوزید باد هوای زیبا این خبر تازه همین خاطر هینا همه شب باید ما چیکار کنیم شکر نکنیم همین خاطر همیشه باید ما بخونیم قرار بستیم